سلام. تعمیر پروژکتور اینجاش پلوم برشی داده نمیشه. بعضی ها میگن باید برش داده بشه. نه، اینجا با هیتر میتونید انجام بدید، با سشوار هم میتونید انجام بدید. اینطوری گرم میکنید، دستگاه رو گرم میکنید تا چسب زیرش نرم بشه، چسب آکواریوم زیرش. دور شیشه میگیری تا گرما کامل بهش بچسبه که اون چسب زیر حل بشه. با یه دونه پیچ تخت میندازی زیر دستگاه، یواش یواش گوشه به گوشه میگیری، باز میکنی و دستگاه رو میذارید کنار. شیشه رو برمیدارید میذارید کنار، قاب فلزی زیرش رو جدا میکنید، این هم جدا میکنید، میایید اینجا یه کابلش قطع بوده از داخل این لوله میفرستید داخل، خرطومی اصلیش میفرستید اینجا و لحیم میکنید. این سیم قهوه‌ای به اینجا و سیم آبی به اینجا، وسطی شیله و بستنشم. تست کردن دستگاه. روشن شد. این از این قاب دستگاه، این میره اینجا و چسب آکواریوم براش میارید، تو دور دستگاه چسب میزنی. گوشه هاش که ضد آب بشه، چسب آکواریوم میزنی. و شیشه دستگاه داخل رو فشار میدی، یک دستمال دورش رو میکشید، و تمام.